میاد یه روزم از دنیا میره، کسی که عاشق نباشه تنها میاد تنها میره. 5000 تومن دارم ها. میدونم داداش 5 تومن بدی. ما هر روز داریم میگیم من 2000 تومن میدم که من رام همینه. ای 2 تومن گذشت دیگه، الان 5 تومن کرایشه بابا. شما کمربندم که نبستی، مسابقه غیر مجاز هم سوار کردی، بیشتر از 3 نفر شما 4 نفر سوار کردی شما. ای خانم شما دیگه چیزی نگو دیگه. یعنی چه چیزی نگو؟ مؤدب باشی. شما به عنوان خیلی ممنون که سوار کردین، ولی شما برخواب به عنوان سب کن، شما به عنوان یک راننده وظایفی دارین. اون که درست، ماشین گرم، هوا گرم، تابستون با بچه 4 نفر باش، ما نشسته صدامون در نمیاد. خانم صلوات حالا بفرستین. خب صلوات بفرستین، اشکال نداره. باشه دعوا نمیکنیم اما باشه. آقا بیا این 5 تومن میگه کرایه ما نخواست. مرام تو. ولش کن. من یکی از چیزای شهر هستم. من آس شهر. آس شهریه. اسمم قادره، من میگم بهروز وصول. دمت گرم. مست و بیقرارم، ببین چه حالی دارم. ساقی نرو از برمون بمون کنارم. ناز نفسه. تا دم صبح میزنم می به شکارم. ساقی بده جامی به هنگامی که لبا میکنم. جانم چشمم به دست توست به آرامی تماشا میکنم. دل کندم از دنیا توی حالا امید آقا من پیاده میشم و راننده آقا مرسی، من پیاده میشم. مرسی. پیاده شو همینجا، همین بغل بزنی قربونم. من چقدر کرایه بدم؟ بده دیگه 10 تومن شما. بس گفتی مهمون که ای بابا شو قربونه. قربونت. تو هم برو مهمان ما. شاکرم.